باتری این مولتیمتر ها باتری کتابی هست که یه نکته منفی میشه که این مولتیمتر حساب کرد همین باتری خیلی سریع تموم میشه باتری و باید باتری تعویض بشه. باتری هست باید خیلی تعویض بشه. خب همونطور که مشاهده میکنید این مولتیمتر ویکتور VC97 هستش، ورژن قدیمی، چون یه ورژن جدید هم اومده ورژن قدیمیش رو میام با هم بررسی کنیم. از قسمت های مختلفی تشکیل شده. همونطور که میبینید قسمت آف، اولین قسمت میلی ولتاژ DC و AC است. میتونیم اندازه‌گیری بگیریم. اول میذاریم رو ولتاژ AC، کابل به برق متصل 220 و پراپای مولتیمتر رو متصل میکنیم بهش. همونطور که میبینید ولتاژ رو به ما داره نشون میده و همینطور میتونیم ولتاژ DC رو اندازه گیری کنیم. اینجا یه باتری لیتیومی داریم که داره به ما 3.7 رو نشون میده. قسمت بعدی قسمت اوم یا همون مقاومت هستش که میتونید مقاومت های مختلف رو اندازه بگیرید. به عنوان مثال یه مقاومت 2.3 اوم و این هم مقاومت 10 و همینطور مقاومت های دیگر رو مقاومت های SMD و دیپ رو اندازه گیری کنیم. قسمت بعد قسمت تست دیود هست که برای اتصال میتونی استفاده کنید. وقتی خود پراپا رو به هم متصل کنی اتصال رو به شما نشون میده. برای قطع بودن این که یک سیم وصله یا نه میتونید دو سر پراپا رو به اون وصل کنید و همونطور که میبینید اگر به این صورت نشون بده یعنی اتصال وجود داره. و همینطور برای تست دیود و خازن هم میتونید از این روش استفاده کنید و تست خروجی مدار که مثبت و منفی مدار رو میتونید بگید چون الان کابل سوخته به ما جواب نمیده. میتونیم این دیودهای این قسمت رو اندازه بگیریم. همونطور که مشاهده میکنید دیود یک سمت رو به ما 500 میده و یک سمت رو OL. خب این هم تست دیود. تست بازر هم یا همون تست صدای بوق که اتصال کوتاه باشه صدای بوق رو میشنویم. تست خازن برای اینکه اندازه‌گیری خازن ها و خطاتی که خب خازن ها میادتون میخواییم فاردش رو بگیریم. خب یه پاس خورد ویدیو چون دوستان دارم چون الان ویدیو که دارم ضبط میکنم موقع سال جدید 1404 است و اینکه صدای موسیقی محلی میاد. خب بریم ادامه کار. خازن رو که بهتون گفتم. بعدی هرتز هست که میتونید برای اندازه‌گیری هرتز استفاده کنید. الان وصل شده به برق 220 و میبینید که هرتز رو نشون میده. قسمت بعد یه قطعی داره که من الان اونو ندارم. به این صورت است که اون قطعه قسمت کام و قسمتی که مشاهده میکنید جا میخوره و میتونید ترانزیستور و خازن رو باش تست کنید. قسمت بعدی برای اندازه‌گیری دما هستش و سه تا قسمت آخری هم برای اندازه‌گیری آمپر توی مدار هست
که باید پراپ رو وصل کنید به این دو قسمت برای اندازه‌گیری آمپر. به این دو قسمت متصل میکنید برای اندازه‌گیری آمپر. خب یه نکته‌ای که معمولا راجع به این مدل مولتیمتر توضیح نمیدن باتریش هستش. باتری این مولتیمتر یه دونه پیچ اینجا هستش که براتون میخوام باز کنم. باتری این مولتیمتر ها باتری کتابی هست که یه نکته منفی که میشه توی این مولتیمتر حساب کرد همین باتری هست. خیلی سریع تموم میشه این باتری و باید باتری تعویض بشه. باتری هست که باید خیلی زود تعویض شه که در باتری مولتیمترهای جدید که اومده ویکتور سری جدید اومدن این باتری ها رو نیم قلمی کردن که باز دیگه بدتر از این ویکتور شده. اما در کل مولتیمتر اقتصادی هست که اکثر تعمیرکارا از اون استفاده میکنن. کاربرد بسیار زیادی داره برای برق کارها و همچنین الکترونیک کارها. حرف دیگه این نمیمونه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.